سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت یک مقامدار در گذشته بلندپایه دادستانی کل تاجیکستان. بازداشت 600 مهاجر در 2 روز رید در اکاترینبورگ. حاجی ماموجان باز با یک معیوب خانه توفه کرد. شکم زوجش را بریده کودک را برآورد. 20 سال حکم زندان ساکن سوخت. پیش اجل بیچاره ایم. مرگ پی همه 2 برادر در خوجند. زمین لرزه پنجبالی شرق تاجیکستان را تکان داد. ساکن عینی در یک صدمه در دنغره هلاک شده است. و اکنون تفصیلات خبرها. رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود از بازداشت یک کارمند قبلا بلندپایه دادستانی کل تاجیکستان خبر داد. سرهنگ پلکوونیک زاکر نظرزاده که تا چند ماه پیش سردار ریاست کارها و آبادانی دادستانی کل بود، به گفته منابع آزادی رسما به از خود کردن مبلغ‌های دولتی گمانبر می شود. در خدمات مطبوعات دادستانی کل روز 20 اپریل خبرات تصدیق یا رد نکردند. نمایندگان این نهاد گفتند به سوالها تنها به واسطه مکتوب رسمی پاسخ خواهند داد. منابع رادیوی آزادی گفتند زاکر نظرزاده بعد آن بازداشت شد که گویا در یک محفل دادستان کل یوسف رحمان را تحقیر کرده است. تصدیق این ادعا از منبع‌های رسمی امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات شرح نمیدهند، یکی از نزدیکان زاکر نظرزاده با شرط ذکر نشدن نامش بازداشت او را قصاصگیری نامیده است. وی گفت نظرزاده هیچ گناهی نداشت. او را ناعادلانه از کار جواب دادند و بعدا پرونده جنایی باز کردند. بنا به اطلاع آزادی تفتیش پرونده پلکوونیک نظرزاده را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل پیش میبرد، ولی می افزاید این نشریه معلوم نیست در پیوند به تغییر نماینده دولت نیز نسبت به او پرونده کشادند یا نه. تفصیلات دیگر این قضیه فعلا دسترس نیست. طی 2 روز رید پلیس ولایت سوردلوفسک روسیه در مکانهای بود و باش مهاجران از آسیای مرکزی در حدود ناحیه ژلزنودروژنی شهر اکاترینبورگ مرکز منطقه اورال بیش از 600 مهاجر را دستگیر کرده به شبهه پلیس بردند. والری گاریلیخ سخنگوی پلیس ولایت سوردلوفسک روز 20 اپریل به نشریه محلی نیوز رو گفت به خصوص شهروندان ساکن کوچه‌های پیخاتینسی، بلیمبای و مینامیوچی که تحت تفتیش موشکافانه قرار داده شدند و طی 2 روز بیش از 600 خارجی را به پلیس آوردند. معلوم شد که 42 نفر آنها در روسیه غیر قانونی به سر میبرند. آنها را بر اساس قسم یکم ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه برای ویران کردن قاعده های بود و باش به جوابگری کشیدند. از این شمار 13 نفر را الکی به مبلغ 2000 روبل جریمه بستند و باید اکنون از روسیه بیرون کرده شوند. تا زمان دیپورتاسیون آنها در بازداشتگاه‌های موقتی شهروندان خارجی در شهر اکاترینبورگ نگاه داشته میشوند. پرونده‌های مهاجران دیگر بازداشت شده را دادگاه به زودی بررسی خواهد کرد. اکاترینبورگ و ولایت سوردلوفسک از مسیرهای عمده مهاجرت کاری زادگان آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک به شمار می رود. در اکاترینبورگ شماره زیاد مهاجران در حدود ناحیه ژلزنودروژنی مستقر می شوند، چون که بعضی میوه و سبزیجات رقم 4 یک مکان عمده کار مهاجران در همین ناحیه جایگیر شده است. در ویدیویی که پلیس سوردلوفسک از جریان رید ضد مهاجران نشر کرد، یک لحظه جالب بازداشت مهاجران تاجیک ثبت شده است. وقتی در داخل بعض ماشین شیشه‌هایش سیاه یک بچه تاجیک را منع کردند، یک مرد ریش سفید با 2 پاره تربوز به پیش کارمندان پلیس آمده با زبان تاجیکی گفت که اینش 600 سوم است، اینش 550 سوم. در همین هنگام که او دقت کارمندان پلیس را با تربوزهایش به طرف خود کشید و آنها را به گپ گرفت، راننده گاز را زیر کرده فرار کرد، ولی او را خیلی زود از نو منع کرده وادار کردند که برگردد. من میخواستم ماشینم را تاب دهم، بهانه آورد راننده. ولی گاریلیخ گفت راننده را متقاعد کردند که باید خودش اختیاراً پلیونکه سیاه شیشه های ماشینش را بکند. او فهمید که حق به جانب وی نیست و بدون یگان چون و چرا امر کارمندان پلیس را اجرا کرد. سخنگوی پلیس نقل کرد که یک مهاجر دیگر اعتراف کرد که قرارداد مهنتش را از همین بازار با نرخ 5000 روبل خریده است، ولی نمیدونست که آن قلبکی است. گاریلیخ گفت این رید 2 روزه با سپارش سردار سرایست کارهای داخلی ولایت سوردلوفسک گنرال لیتنانت الکساندر میشکوف و با جلب نیروهای امان صورت گرفته. هدف اساسیش آشکار و پیشگیری کردن موردهای ویران کردن قانونهای مهاجرت بود. کارمندان پلیس را در این رید همچنین نمایندگان مرکز مبارزه با
افراطگرایی و بخش‌های مهاجرت و مبارزه با مواد مخدر همراهی کردند. دادگاه ولایت سوخت ساکن کوچه قرغنتپه جماعت چشمسار نویه باباجان غفوروف وهابجان جانغازیف را بر اساس قسم دویم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در کشتن همسر حامله‌اش گناهکار شناخت و به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. جانغازیف به آن گناهکار دانسته شد که به جای همسر حامله‌اش را به بیمارخانه بردن، خودش او را جراحی برش قیصری یا کسر و سیچینی کرده، شکمش را بریده طفل را از بچه‌دانش بیرون آورده است، ولی نه طفل و نه مادرش را از مرگ نجات دادن نتوانست. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 20 اپریل با نشر برخی جزئیات این پرونده گوش‌ناشنید خبر داد که سانحه 14 ینور سال 2021 در منزل استقامتیش همسر وهابجان جانغازیف دوسمتووا در هفته 39 حامله بودنش به درد شدید بچه‌دان و شکم گرفتار گردیده از شوهرش میخواهد که او را به بیمارخانه برد، ولی جانغازیف قصد شخصا با روی جراحی برش قیصری یا کسر و سیچینی تولد کنونیده نموده دیده و دانسته که این کردار برای حیات همسر کودک او خوفناک بوده. در مورد جراحی غیر اختصاصی عاقبت‌های وزنی یعنی فوتیدن همسر و کودک ممکن است. تخمینا ساعت 04:20 با کارد خواجگی شکم او را بریده کودک و بچه‌دان را که عضو حیاتاً مهم به حساب می رود به بیرون می برارد. بعد بیرون آوردن کودک جانغازیف می بیند که کودک در بچه‌دان مرده است، اما او بعد این برای نجات دادن حیات همسرش چاره‌اندیشی کرده نتوانست و در نتیجه همسرش نیز وفات کرده است. نظر خود محکوم شده وکیلان و نزدیکان او دسترس نیست. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 اپریل با صدور یک فرمان 3 دادرس را از مقام‌هایش برکنار کرد. در فرمان آمده است که مهمان علاوالدین بازگل با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه رئیس سودیه نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. همین طور رحیمزاده عبدالسلیم از وظیفه سودیه سود نویه کوهستان مشجع ولایت سوخت و عمرزاده اراده بختیار از وظیفه سودیه سود نویه شامنصور شهر دوشنبه با سبب وضع سلامتی آزاد کرده شدند. نظام دادگاهی در تاجیکستان یکی از ساحه‌های از همه فسادزده به شمار می رود. هر سال پرزیدنت چندین فرمان برکناری سودیه ها با دلیل صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند صادر می کند. تاجیکستان در عموم در قطار کشورهای از همه فسادزده دنیا جای گرفته است. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ماه ینور سال 2022 در گزارش سالانه‌اش تاجیکستان را از لحاظ سطح کروپسیا در بین 180 کشور دنیا در مقام 150 جای داده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. نشریه اویلا با نشر یک ویدیو خبر داد که حاجی محمودجان مرادوف وکیل مجلس وکیلان شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل باز به یک زن معیوب خانه توفه کرده است. بنا به گزارش اویلا فاطمه مردانووا معیوب گروه یکم بوده سالیان زیاد در زندگی رنج و عذاب کشیده است. او از مادر سالم به دنیا آمده بود ولی در نتیجه یک عملیات جراحی از پای روان مانده معیوب گشت. از یک طرف رنج بیماری و از جانب دیگر غم بیخانگی فاطمه را همیشه اذیت میداد، ولی بالاخره دعایش مستجاب گشت و در ماه شریف رمضان حاجی محمودجان مرادوف به این زن معیوب خانه نوی زمانوی توفه کرد. فاطمه مردانووا در اسار به دنیا آمده است و با سبب معیوبی در شرایط دیه زندگی کردن برایش بینهایت دشوار بود. مادرش از عهده پرستاری فاطمه برآمدن نمیتوانست. یگانه متکای فاطمه دختر خالش بود که او را در قطار فرزندان خودش نگاهبین مینمود، اما در خانه اجاره و موقتی. اینک بعد سالهای زیاد عذاب و بیخانگی با شرافت محمودجان مرادوف این زن معیوب صاحب منزل شخصی خود گشت و میتواند من بعد در خانه خودش به ملال عمر بسر برد. منزلی که محمودجان مرادوف به فاطمه مردانووا تقدیم نموده است به پورگی تامین شده، با قالین و پلاس، مبل و دیگر تکنیک و تجهیزات روزگار تامین کرده شده است. بنا به گزارش اویلا در منزل نو فاطمه تمام شرایط زندگی فراهم آورده شده و با دیدن این خانه قشنگ و زیبا در چشمان این زن قطره‌های اشک پیدا شدند، ولی این اشک‌ها اشک‌های شادی بودند. محمودجان مرادوف هنگام سپردن کلید خانه به فاطمه مردانووا دعا کرد که از این خانه فقط صدای خنده و شادی و صدای قرائت قرآن بلند شود. حاج محمدجان گفت غمخواری در حق معیوبان قرض انسانی هر یک وطندار است. این صاحبکار بننگ و اور در گذشته نیز
به چندین اویله محتاج خانه توفه کرده بود. اویله اظهار امید کرده است که دیگر صاحبکاران وطنی از حاجی محمود جان مرادوف عبرت گرفته در ماه مبارک رمضان که ماه خیر و احسان می باشد به چنین آدمان محتاج و نیازمند دست مدد دراز می نمایند. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. شب 20 اپریل سال 2022 ساعت 03:44 دقیقه به وقت محلی در تاجیکستان یک زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 5 بال رخ داده است. بنا به گزارش مرکزهای زلزله‌نگاری، مرکز این آفت طبیعی در 22 کیلومتری جنوب و شرق رشت و 170 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر شده بود. درباره کدام خسارات در نتیجه این زمین لرزه گزارش‌ها به دست نرسیدند، ولی به گفته ساکنان جنبیدن زمین را نه فقط در وادی رشت بلکه در دیگر گوشه‌های تاجیکستان و همچنین در ازبکستان همسایه نیز حس کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. در شهر خوجند در بین 4 روز پی هم 2 برادر را به خاک سپاریدند. اسلام جان قاسموف امگی 43 سال و بابا جان قاسموف 47 سال داشت. مرگ پی هم 2 فرزند نه فقط پدر غمزده آنها سابقه‌دار میلیسیا عابد قاسموف را غرق ماتم و اندوه کرد، بلکه یک باره جوانمرگ شدن 2 برادر حتی آنهایی را هم که اسلام جان و بابا جان را میشناختند سخت اندوهگین و دلریش کرده است. مرگ اول جان فرزند خورده عابد قاسموف اسلام جان را گرفت. اسلام جان صاحبکار بود. بعد 4 روز برادر کلانی او بابا جان قاسموف که کسب پدر را پیشه گرفته در مقامات میلیسا کار میکرد ترک این دنیا کرد. مأمور یوسف زاد ژورنالیست تاجیک مقیم خوجند مرگ این 2 برادر را تلفات سنگین و نابهنگام برای سلاله در این گوشه شمال تاجیکستان معروف قاسموف نامیده و نوشت جوانمردان اصیل وطن ما را ترک نمودند. این جوانمردان نامبردار وطن صداقت پیشه به کار و پیکار خود با قطعیت و استواری و دلیری و جسارت در خدمت دولت و حکومت بودند. مرگ اسلام جان قاسموف در سن 43 و بابا جان قاسموف در سن 47 دلهای همه را ریش کرد. روحتان شاد و یادتان گرامی و جایتان جنت باد. جوانمردان اصیل وطن بابا جان و اسماعیل جان را در خوجند در کنار مادرشان که همگی 1 سال پیش از عالم چشم پوشیده بود به خاک سپاریدند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان ساکن نویه جیهون با اتهام غارتگری خبر داد. بنا به اطلاع مقامات به شعبه میلیسای نویه جیهون با عریضه مرد 37 ساله ساکن نویه 5 مراجعت نموده خبر داده است که 17 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 16:00 دقیقه یک شخص ناشناس با دوچرخه به نزدش آمده به یگان اساس او را لطکوب نموده با زورآوری از دستش تلفن موبیلی تمغه ردمی را آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 2600 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسا جوان 21 ساله ساکن نویه جیهون همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. به این جوان بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان تا 10 سال زندان تهدید می‌کند، زیرا غارتگری در قانونگذاری جنایتی همچون جنایت وزنین ارزیابی می‌شود و برایش جزاهای شدید پیش بینی شده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تخمینا ساعت 12:30 شب 19 اپریل سال 2022 راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز سفر نعمتوویچ سال تولدش 1970 ساکن نویه عینی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه کولاب در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه برآمده автомاشین را به چقوری زیاده از 150 متر چپ نموده است. در نتیجه راننده автомاشین مذکور سفروف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. این در حالی است که بنا به گزارش‌های وزارت کارهای داخلی طی هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها دست کم 8 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به هلاکت رسیدند. بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.
тамошобинон азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. Хуш бошед.